الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما عزیز. سوده کیه؟ سوده خانومیه که قبل از این ازدواج کرده بود با سکران، 5 تا بچه هم داره و عمرش 55 سال. عمرش 55 سال، یعنی بازم 5 سال از پیامبر بزرگتر. پیامبر 50 سالشه این روز. با سوده ازدواج میکنه و این اولین ازدواج پیامبر صلی الله علیه و سلم با این خانم. چرا با سوده؟ سوده اون خانم مؤمنی است که در راه خدا هجرت کرده. الان شوهرش وفات کرده، حالا کسی رو تو مدینه نداره. اگه برگرده مکه چی میشه؟ برگرده مکه، اون کافرایی که اونجا تیغاشون رو تیز کردن پوستش میزنن. اینجاست که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میخوان چتر پناهی باشن واسه این خانومی که همه چیزشو در راه خدا داد. آقایونی که میخوان در فکر اصلاح جامعه باشن باید این تو ذهنشون باشه. ازدواج میکنی سوده رو بگیر. اونی که بی سرپناست، اونی که بچه یتیم داره، تا روز قیامت بشی چی؟ کافل یتیم، کسی که سرپرستی یتیم کرد. و پیامبر خدا میگه که با من تو بهشت این دوتایی کنار هم وارد بهشت میشیم. بله. خب دیگه ازدواج پیامبر ازدواجی بود که خداوند عقدش رو جاری کرد برای پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم. به امر خدا پیامبر ازدواج میکنه با دختر نزدیکترین عزیزترین دوستش ابوبکر. تو عربا این عادت بود که وقتی دو نفر خیلی 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 با هم نزدیک و دوست میشن، اینا میشن مثل برادر، دیگه از همدیگه، از خانواده همدیگه ازدواج نمیکنن. خیلی بده، اینا شدن برادر. اما خب این یک عادت رسومیه که باید شکسته بشه. این با شرع خدا نیست. خداوند میخواد که این عادت رو بشکنه و به ابوبکر و خانواده ابوبکری که این همه در راه خدا جانفشانی کردن، ابوبکر اون تاجر ثروتمندی که 40,000 سکه طلا سرمایه داشت، همه رو در راه خدا فدا کرد، ابوبکری که اون و خانواده‌اش اومدن در هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اون همه جانفشانی کردن، این ابوبکر رو باید قدردانیش کنیم. اینجاست که خداوند از محمدش میخواد که با عایشه ازدواج کنه، دختر ابوبکر. عایشه در بیشتر روایات یا در بعضی از پژوهش‌های علمی ثابته که به اصطلاح ایشون 18 سال داشتن. در بعضی از روایات تاریخی هم اومده که کمتر از این عمرشون بود. در هر صورت این تنها عایشه تنها دختریه که پیامبر باشون ازدواج کرد. همه ازدواج‌های پیامبر با خانم‌هایی بودند که یا طلاق داده شده بودند یا شوهراشون وفات کرده بودند و در هر یکی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در هر ازدواج پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به تنهایی در همون ازدواج پیامبره. اگه میخوای پیامبر رو بشناسی، هر یک ازدواج پیامبر به تنهایی شهادت میده بر نبوت محمد عزیزم. بله، این پیامبر خداست. با عایشه ازدواج میکنه و بعد از اون خب دختر ابوبکر رو گرفتی. عمر دست راستی. اگه ابوبکر دست راست، عمر دست چپ پیامبره. 2 تا ستونی که پیامبر بهشون تیکه میکنه، 2 تا مستشار، 2 تا وزیر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. دختر عمر رو هم پیامبر ازدواج میکنه باش. حفصه کیه؟ حفصه بیوزنیه. شوهرش انیس ابن حذافه وفات کرده، نیاز به سرپرست داره. اینجاست که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سرپرستیشو به عهده میگیره. پیامبر خدا با کی ازدواج میکنه بعد از اون؟ با زینب بنت خزیمه. زینب خانومی که یک شوهر داشت شهید شد در بدر، عبید ابن الحارث، پسرعموی پیامبر. قبل از اون شوهری داشت به نام طفیل ابن حارث که طلاقش داده بود. خب الان این خانم بی سرپرست پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم باشون ازدواج میکنه. میدونید چند بود عمرش؟
زینب روزی که پیامبر باش ازدواج کرد 60 سال عمر داشت. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم 56 سال، یعنی زینب از پیامبر بازم 4 سال بزرگتر بود. این ازدواج پیامبر، پیامبری که سرپرستی امت رو داره، پیامبری که دلش به حال امتش میسوزه. آقایونی که در فکر ازدواج هستن اینها رو باید بدونن. آقایونی که در فکر ساختار جامعه هستن اینا رو باید بدونن. هر یکی مسئول در این جامعه، در این کیان، در این خانواده بزرگ که زندگی میکنه باید باری رو به دوش بگیره. شوهر در غزوه بدر شهید شده، این زنی که این چنین ثبات داشته، این چنین خودش رو ثابت کرده که در راه خدا جان نثاره، باید تقدیر بشه، مورد احترام قرار بگیره. و اینجاست که پیامبر با ایشون ازدواج میکنن. ازدواج دیگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با کیه؟ با هند کدومه؟ ام سلمه. بله، ام سلمه، اون مهاجری که در راه خدا چه ها که نکرد، خانم ابو سلمه. تنها زندگی ام سلمه یک آیت هست برای این دین. برید زندگی ام سلمه رو، هجرت ام سلمه رو بخونید تا بدونید که این شیر زن باید تقدیر بشه. بله، این بزرگترین یا سال خورده ترین خانومی است که پیامبر باشون ازدواج کردن. میدونید عمرش چقدر بود؟ نه خیر، خیلی از این بیشتر. 65 سال. 65 سال داره، چند تا بچه داره. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با ایشون ازدواج میکنن تا سرپناهی باشن واسه اون، سرپناهی باشن واسه بچه‌های یتیمش. این محمد من، محمد مصطفی جانم فدایش، چطور به فکر جامعه است، چطور به فکر درماندگانه. خب ازدواج بعدی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با کی بود؟ با زینب بنت جحش. بله، زینب بنت جحش کیه؟ اینم ازدواجی است که از جانب خداست. سوره احزاب میگه زینب بنت جحش کیه؟ اونی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اون رو به ازدواج زید در آورده بود. زیدی که بهش میگفتن زید ابن محمد، زید دست پرورده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، غلامی که پیامبر اون رو آزاد کرد. زیدو میده به کی؟ به زینب. بله، از خانواده خود پیامبر، از قریشی ها با حسب و نسب، تا من و شما بفهمیم که این دین عزت و کرامتش به مردانگی شخصه، به صداقتشه، به ایمانشه، به تقواشه، به فامیل و قبیله و نژادش نیست. بعد از اون خب زیدو میگفتن پسر محمد، پسرخوانده پیامبر. خب اگر کسی پسرش با کسی ازدواج میکرد، پسرخوانده کسی رو که به پسری قبول میکرد، این رو خداوند اومد گفت نه، تبنی تموم شد. این نظامی در جاهلیت بود، هر کی بچه خوشش میومد میگرفت پسر خودش میکرد. نه، هر پسری پسر پدرشه. خب الان برای به هم زدن این قانون خداوند پیامبرش رو امر میکنه که با زینب ازدواج کنه تا جهان و تاریخ بدونه که هر کسی پسر پدرشه. و ازدواج زینب با زید به این صورت تلاشی میشه. به زید نمیتونه با زینب به سر کنه، نمیتونن هم دیگه رو تحمل کنن، طلاق میده. بعدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با زینب ازدواج میکنه. این یکی از ازدواجهای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود که باز هم برای نمادین کردن یک مفاهیم جدید، برای زدودن بعضی از عادات و رسوم جاهلیت از جانب خداوند به پیامبرش امر شد. دیگه از ازدواج پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ازدواج برکته. برکت چی؟ اونی که عایشه میگه ازدواج پیامبر با جویریه بیشترین برکت رو داشت. جویریه کیه؟ جویریه بنت حارثه. در یکی از غزوه‌ها اینها جلویی که قبیلهشون با پیامبر جنگیدن، آخر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با دختر سردار قبیله، دختر حارث ازدواج کردن. چی شد؟
صحابه گفتن این همه اسیری که دست ماست اینا از خویشای پیامبرن، از خویشای خانم پیامبر همه را آزاد کردن. قبیلهش ایمان آورد، پدرش ایمان آورد. ببینید با یک ازدواج پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همه این پیروزی ها رو به دست آورد. چقدر انسان از آتش جهنم رهایی یافتند، به سعادت رسیدند، به خوشبختی رسیدند به خاطر ازدواج پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با دختر یکی از اینا. اونم جویریه، خب دختری بود که طلاق داده شده بود، قبل از اونم ازدواج کرده بود با مصافح ابن صفوان. از ازدواج‌های دیگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ازدواجش با ام حبیبه است. ام حبیبه کیه؟ ام حبیبه دختر سردار مکه ابو سفیان، ایمان آورده. دختر بزرگترین دشمن اسلام در اون روز، سردار مکه ابو سفیان، ایمان آورده، در راه خدا هجرت کرده رفته حبشه. اونجا شوهرش وفات کرده، حالا میخواد برگرده کجا؟ برگرده به مکه تا پدرش سرشو بزنه؟ نه، پیامبر اجازه نمیده. پیامبر از اینجا پیام میفرسته به نجاشی مؤمن در حبشه که ام حبیبه را واسه من خواستگاری کن، تا یک شرع جدید پایه‌گذاری بشه، یک قانون جدید که با وکالت میشه عقد بست. و بدین صورت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با ام حبیبه که 40 سال داشت ازدواج کردند. ازدواج دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با صفیه بنت حیی بود. صفیه بنت حیی باز کیه؟ صفیه بنت حیی دختر خانم سردار یهودیاست. 2 بار ازدواج کرده قبل از این. بله هنوز دختر کوچیکیه، هنوز عمری ازش نگذشته، 17 سال داره، اما اون رواج و عادات و رسوم اون زمان رو به ما نشون میده. هر وقتی ما یه چیزی رو میخوایم بررسی کنیم باید در سیاق تاریخیش بررسی کنیم. امروز شاید یه دختری پیش ما 17 سال میگیم اوخ اوخ هنوز دهنش بوی شیر میده، نباید به فکر ازدواجش باشیم، دخترم هنوز کوچیکه. در اون زمان نه، در اون زمان دختر 17 ساله از 2 بار ازدواج کرده، 2 بار طلاق داده شده. یعنی دختر 9 ساله اون زمان کدبانوست، تربیت شده یک خانواده است، اداره خانواده رو میتونه به دست بگیره. در اون سیاق بیاد، هر چیز رو باید در سیاق خودش بررسی کرد. اینجا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با جویریه که 2 بار ازدواج کرده ازدواج میکنه و ما میبینیم که چه برکت هایی از این ازدواج باز نصیب همه فامیل اوشون میشه. این ازدواج دیگه از ازدواجهای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. ازدواج دیگه پیامبر خدا با میمونه بنت الحارث بود. میمونه هم یه بار طلاق داده شده است، یکی از شوهراش ابارهم بود، اونم وفات کرده، هنوز جوون 26 سالشه و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در نظر دارن. ببینید این میمونه رو زن مسعود ابن عمرو ثقفی طایفی بود. با جمع شدن با میمونه یعنی چی؟ یعنی بسیاری از قبایل رو میشه کنار هم جمع کرد. در عرف اون زمان وقتی کسی از یک فامیل ازدواج میکرد، هنوز در جامعه های ما جایی که به اصطلاح یک سیمایی از قبیلی و خانواده بزرگ وجود داره، هنوز این عادات و رسوم هست. میگن فلانی داماد ماست، هیچ وقت کسی در مقابل دامادش دیگه نمیسته، یک نوع محبتی ایجاد میشه. پیامبر وقتی با دختر ابو سفیان ازدواج کرد، تاریخ میگه که بعد از این ازدواج ابو سفیان هیچ جنگ مباشر، جنگ رو در روی با پیامبر نداشت. اینجا پیامبر با یک خانومی به نام میمونه بنت الحارث ازدواج میکنه. بعد از این میبینیم که پیامبر تونست با این ازدواجشون همه بنی هاشم و بنی مخزوم و طائف و همه رو به طرف خودش جذب کنه. ازدواج پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چنین بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همیشه به خدیجه در تمام این فضا به خدیجه میبالیدن. خدیجه‌ای که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمودن روزی که مردم به من میگفتن دروغ گفتی، خدیجه گفت راست میگی. روزی که مردم منو از خودشون راندند، خدیجه منو قبول میکرد.
روزی که من فقیر بودم خدیجه در کنارم بود با مالش، با ثروتش. خداوند از خدیجه به من بچه داد. بچه های پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همهشون الا ابراهیم از خدیجه بودند. بزرگترین پسرشون قاسم بود که در کوچیکی وفات کرد. بعد از اون زینب بود. زینب و ابوالعاص باش ازدواج کرد و دو تا بچه آورد. یکی علی که در کوچیکی وفات کرد و امامه دختر زینب نوه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که بعداً به وصیت فاطمه دختر پیامبر که خانم علی بودن، به وصیت فاطمه علی بعد از وفات فاطمه با امامه دختر ابوالعاص دختر زینب نوه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ازدواج کردند. بعد از اون عبدالله است که عبدالله هم تو کوچیکی وفات کرد. بعد از اون رقیه به اصطلاح در عقد عتبه ابن ابی لهب بود که طلاقش داد. بعد عثمان باش ازدواج کرد. بعداً وفات کرد. وقتی وفات کرد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دختر سومشون ام کلثوم رو به ازدواج عثمان در آوردن که واسه همین به عثمان میگن عثمان ذوالنورین، کسی که با 2 نور از خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ازدواج کرده. و بعد هم وفات کردن. در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیامبر هم به عثمان گفتند که عثمان جون اگه من یه بچه دیگه دختر دیگه هم می داشتم به عقد تو در می آوردم. دختر اخیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فاطمه بودند. فاطمه رو هم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به ازدواج علی در آوردند، علی ابن ابی طالب. فاطمه از علی 4 فرزند داره، حسن و حسین و زینب و ام کلثوم. ام کلثوم دختر علی رو عمر باش ازدواج کردند و این تقریبا خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و به اصطلاح جو اجتماعی بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در اون به اصطلاح زندگیشون رو گذروندن. زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قدوه است و اسوه برای همه. اگر یتیمی کسی رو نداری دلداری میده زندگی پیامبر به شما، پیامبری که نه پدر داشت و نه مادر، هر دوتا رو در کوچیکی از دست داده بود. اگر شما یه خانم دارید در زندگی پیامبر خدا با خدیجه برای شما الگو نمونه است. اگر چند تا خانم داری در زندگی پیامبر با همسرانش واسه شما درسه. اگر پدری زندگی پیامبر واسه نمونه است. اگر پدر بزرگی زندگی پیامبر واسه نمونه است. اگر در زندگی فقط دختر داری یا تنها پسر داری زندگی پیامبر واسه نمونه است. همش پسراش همش وفات کردن در زندگیشون، تنها واسه شون دخترها موندن. اگر 2 بچه در زندگیت وفات کرد بدون که در زندگی پیامبر واسط نمونه است. دیدی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بچه هاشون رو در زندگیشون یکی یکی خودشون با دست خودشون دفن کردند. ابراهیم وقتی که وفات کرد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اشکش ریخت، اشک محبته، اشک دلسوزی، اشک پدریته. و اما چی گفت؟ هیچ. ابراهیم جون تو داری میری یا تو رفتی و ما هم به قضا و قدر خدا راضییم، اشکمون میریزه اما هیچ اون چیزی رو نمیگیم که خدا از ما ناراض بشه. این پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و این خدیجه بزرگ و سیمای خدیجه در زندگی پیامبر خدا و در خانه نبوته. خانم ها و آقایونی که میخوان عشق و محبت رو یاد بگیرن باید دستشون رو بذارن روی یک کتابی از سیرت و در رو باز کنن، برن ببینن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با همسرانش، با بچه هاش در خونش چطور زندگی میکرد. بدین امید که در زندگی پیامبر و در عشق و محبت پیامبر با خانه و خانوادهش واسه ما درس هایی باشه. همه شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپارم و برای همتون موفقیت، شادکامی و سعادت را آرزومندم. خدا یار و نگهدارتون باد. الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب
خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوقت.